از قبرس طلا خرید نکن. الیار صبحانی هستم. با سالها زندگی و سرمایه‌گذاری در قبرس و اینکه هزاران مشتری، مهمون و مسافر از جای جای دنیا از هموطنان عزیز داشتیم، تجربه شخصی خودم رو لازم دونستم خدمتتون اطلاع بدم تا دوستان و عزیزانی که دائما در ارتباط با خرید طلا، جواهرات در قبرس سوال میکنم بتونم که راهنمایی کرده باشم خدمتتون. دوستان عزیز، ببینید در قبرس عیار طلا 14 هست و طلای 18 عیار، 22 عیار، 24 عیار به ندرت پیدا میشه و چون یک بیزینس و یا یک کالای سرمایه گذاری مثل ایران نیست، در خیلی جاهای دنیا مثل ایران طلا کالای سرمایه‌ای محسوب نمیشه. در قبرس هم همینطور هست، مستثنا نیست و چنانچه تمایل داشته باشید طلا خریداری کنید و یا طلای خودتون رو بیارید در قبرس به خاطر حالا عدم حمل پول یا هر چیز و هر ایده‌ای که دارید در قبرس به فروش برسونید، تحت هیچ شرایطی این رو صلاح نیست و شما بسیار ضرر میکنید. مثالی خدمتتون ارائه بدم. ببینید در 3 سال پیش شما یک عددی، حالا 100 گرم، 150 گرم، حالا میانگینش رو در نظر بگیرید، 130 گرم بخواین که طلا خرید کنید، این طلای 14 عیار هست، عددی که 3 سال پیش با نرخ تبدیل لیر به پوند عدد 24 رو در نظر بگیریم، طلای 130 گرم برای شما قیمت فروش ویترین، داخل پارانتز خدمتتون عرض کنم، با قیمت ارزش اون فلز به اون گرم بسیار بسیار فاحش هست و کارمزد و حق و اجرت طلاسازی رو خیلی زیاد دریافت میکنم. مثالمون رو دنبال کنیم. 130 گرم طلا رو به شما قیمت پشت ویترین 120,000 لیر به شما محاسبه میکنند که تقسیم بر عدد 24 بخوایم بکنیم حدوداً 5600 پوند میشه. کاملا این رو بنویسید، دقت کنید که چی دارم عرض میکنم خدمت شما. بعد از سپری شدن 3 سال چنانچه اقدام کنید خب به توصیه خیلی از جواهر فروشان و طلاسازان و طلا فروشان در کشورمون که پولتون رو به طلا بدید، سرمایه گذاری کنید، بعد از چند سال به سودآوری میرسه. یعنی چی؟ یعنی اون کارمزد، اون حبابی که در قیمت فروش هست و حاصل از کارمزد و حق و زحمه طلاسازی هست میاد با افزایش نرخ ارز و قیمت جهانی طلا شما سود میکنید. کاملا در قبرس یک سرابی بیش نیست. خدمتتون توضیح بدم، همین مثال رو بخوایم مجددا دنبال کنیم، بعد از 3 سال اومدیم و میخوایم این طلا رو بفروشیم. دقت کنید، اگر چنانچه تصویر این رو نشون بدید بگیم که ما همچین چیزی میخوایم با همچین گرمی و وزنی، به شما عدد فروش پشت ویترین رو 380,000 لیر ترکیه با نرخ تبدیل امروز که صحبت میکنم خدمت شما به تاریخ عرض کنم 12 آگوست 2024، نرخ تبدیل این عدد 380,000 لیر ترکیه به پوند میشه 44 که اگر تقسیم کنیم عددی حدوداً 8500-600 پوند میشه. پس عملا ما سود کردیم، در صورتی که چنانچه مبادرت به فروش اون وزن و گرم با کسر کسورات دوباره اجرت طلاسازی رو حساب کنند براتون کاملا مشخص خواهد شد که ناامید کننده است. عدد 160,000 لیر ترکیه به شما قیمت خرید همون طلایی که 3 سال پیش 120,000 تا رو
120,000 لیر خرید کردید رو به شما ارائه خواهند داد و تقسیم بر عدد 44 امروز میشه 3600 پوند انگلیس و میبینید که 5500 تا پول دادید. همون قیمت فروشش به اون مغازه‌دار 8600 تاست. در صورتی که همونو از شما بخواد برداره، عددی که هست 160,000 لیر ترکیه خواهد بود و خب این عدد بسیار بسیار ناامید کننده برای شمای سرمایه گذار هست. پس نتیجتاً با سالها تخصص در امور سرمایه گذاری و کسب و کار و زندگی در قبرس، تجربه خودم، دوستان، مشتریان رو خدمتتون ارائه دادم. تحت هیچ شرایطی، حتی برای هدیه هم که شده، چون عیار بسیار پایین، شما مثلا در هلند همین کار رو انجام بدید، عیار طلا در هلند هم 14 هست، ولی عموما در دنیا عیار 18 و 24 هست. حتی شما به ندرت طلای 22 که کشورهای عربی خیلی بیشتر ازش استفاده میکنن رو و زرتر هم هست. البته خب یه کار تخصصی هست، من داشته ها و دیده های خودم رو خدمتتون ارائه میدم. تحت هیچ شرایطی سودآوری نخواهد داشت، چنانچه بخواید به عنوان هدیه هم خرید کنید با طلا و عیار 14 عیار از قبرس. در موقع فروش در ایران به مشکل میخورید، کسی تمایل به خرید طلای 14 عیار ندارد و از کشور خودتون خرید کنید، از همونجا هم به فروش برسونید. دوستان عزیزان توجه داشته باشند که طلایی که شما میتونید از تمام مرزهای کشور ایران خارج کنید مطابق قانون کشور ایران 150 گرم هست. شما بیش از 150 گرم طلا رو نمیتونید از تمام مرزهای زمینی و هوایی ایران خارج کنید، چنانچه مبادرت به انجام همچین عملی کنید به عنوان مجرم شناخته میشید. متاسفانه برخورد قانونی انجام میشه باهاتون. پس بهتر هستش که این کالای سرمایه‌ایتون که در کشورمون از ایران خرید کردید رو همونجا بخواید تبدیل کنید از راه‌های مختلفی که شرکت منده میتونه که خدمتتون راهنما باشد، این رو به هر مقصدی در دنیا که تمایل داشته باشید انتقال بدید بدون کارمزد و از ایران خارج نکنید به عنوان فلز. الیار صبحانی هستم، همونطور که عرض کردم با سالها سرمایه گذاری به عنوان مهندس و معمار پایه 1 در کلانشهر تهران با ساخت و سازهای بیشماری که در ایران و همینطور در قبرس و به عنوان نماینده فروش شرکت‌های بسیار بزرگ سازنده در قبرس بدون واسطه در خدمتتون خواهم بود. چنانچه در هر زمینه‌ای نیاز به مشاوره داشته باشید میتونید که از طریق راه‌های ارتباطی و مشخصا شماره تلفن شخصی بنده 2090 533 88 66 891 با شخص بنده از طریق واتساپ یا تماس مستقیم تلفنی ارتباط بگیرید. درود بر شما، سالم و مانا باشید.